با عرض سلام و خسته نباشید دوستان عزیز. وقتی صحبت از ژل رویال با کیفیت میشه، یکی از نکات کلیدی که کمتر بهش توجه میکنن رطوبت داخل کندو که امروز هم با یک آموزش رطوبت دهی داخل کندو در خدمت شما عزیزان هستم. زنبور برای ترشح ژل رویال نیاز به یک محیطی داره که هم دما ثابت باشه و هم رطوبت کافی وجود داشته باشه. اگر رطوبت کم بشه ژل رویال شما هم کم میشه یا از کیفیت آن هم کاسته میشه. رطوبت در تخم‌ریزی ملکه تاثیر زیادی داره. همین دلیل زنبوردار حرفه‌ای باید در فصل برداشت ژل رویال مخصوصا در کندوهای دو طبقه پر جمعیت مدیریت رطوبت کندو را جدی بگیره که ما با این کار تونستیم رطوبت داخل کندو را حفظ بکنیم. به این طریق دوستان ما آب داخل کندو میریزیم برای رطوبت که شما اگه دقت کنین یه مقدار هم از بغل کندو به قاب ها بپاشین که رطوبت کاملا حفظ بشه. پس یادمون باشه ژل رویال با کیفیت فقط به نژاد زنبور یا تغذیه خوب بستگی نداره. رطوبت داخل کندو یکی از اصلی ترین عوامل موفقیته. و یه نکته دیگه که این که شما موقع جابجایی زنبوراتون حمل نقل کندوها این کار را انجام بدین بدون شک ضرر نکردین، کار بسیار مفیدی رو انجام دادین، هم جلوگیری از تلفات و آرامش زنبورها رو هم حفظ کردین. الان دقت کنید دوستان چقدر زنبورها سر صدا میکنه. این به خاطر اینه که کندو رو دارن خنک میکنن. اگر ویدیو براتون مفید بود لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. شاد باشید و موفق.